شیخ خالد الرشید. ای برادران عزیزی من، ای خواهران نازنینم، با درستی که گناه و نافرمانی ها دری هست که هر یکی ما در آمده ایم و ای به مانند یک بحر هست که هر یکی ما شنا کرده ایم و از این کسی نجات یافتن نمیتونه غیر کسانی که گناه نمیکنند و آن کسانی هستند که الله انتخابشان کرده است که آنها پیامبران و رسولانند. و من و تو چگونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت هر یک فرزند آدم خطاکار است و بهترین خطاکاران توبه کنندگانند. و او گفت پدر و مادرم فدات شود یا رسول الله، اگر که شما گناه نمیکردین پس حتما الله انسان‌های را می آفرید که گناه میکردند و ای الله بخشش میپرسیدند، الله میبخشیدشان. در حدیث مسلم گفته شده است که فلاکت بدبختی ای دوامناکی گناه است که او را روح‌های ناتوان و شیطان‌های ناپاک زیب می‌دهند. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله گفت ای مردم، هر کسی که گناه کرد ای الله بخشش پرسه و در نزد الله توبه کنه. اگر که گناه تکرار کرد باز ای الله بخشش پرسه و در نزد او توبه کنه و اگر که باز گناه تکرار کرد باز ای الله بخشش پرسه و در نزد او توبه کنه. با درستی که گناهان در گردن انسان ها می ایستند. دوام دادن گناهان فلاکتی پورا می باشند. باید پشیمان شوی و گریه کنی ای سبب گناه های کردگیت و آنها را فوراً از گردن کنده کنید. پیروی به حق بهتر است نسبت پیروی از باطل و زندگی شما بهتر نمیشه اگر به دین خود عمل نکنین، به سوی الله باز نگردین. بسیاری ها کسانی هستند که میگن ما گناهی بسیار داریم و نافرمانی به حد گناهی زشته مگر الله ما را میبخشه. من به شما میگم که بله الله شما را میبخشه به شرطی که توبه کنین، پشیمان شوین و به سوی الله بازگردین. برعکس به توبه و بازگشت شما الله خوشحال می شود. الله دوست می دارد توبه کنندگان و پاک شوندگان را. همه وقت بدان الله نگهبانت باشه. بدان ای خواهری من الله نگهبانت باشه که پیامبر راه راست و پیامبر رحمت گفت هر کس که توبه میکنه برای گناه انجام دادهش به مانند کسی هسته که عموما گناه نکرده است. پس بیاین شتاب کنیم به سوی توبه و پشیمانی، به سوی بازگشت به سوی الله. الله به همه ما برکت عطا کنه. شتاب کنین، الله برکتتان تیه. تا زمانی که شما فریاد زده نگین ای پروردگاری من مرا بازگردان، تا فریاد زده نگین ای پروردگاری من مرا بازگردان، به شما جواب نمیتین. ای پروردگارا چند قدر که گناه ما وزبی نباشه رحمت تو زیادتر بزرگتر ای. ای پروردگارا اگر به قلب ما بتی او چیزی را که ای تو خواهش داره پس من در این جایم در باغ پشیمانی ها. یا الله تو که دیدستی احوال مرا، ما که زارم، بیچاره‌ام، فقیرم، تو میشنوی سخنهای پنهانی مرا. یا الله اومدی مرا نشکن، نمان که گریه کنه قلبی من. آخی ما ای دریای رحمت تو که امید دارم. یا الله مرا ای عذاب خودت پناه ده. من اسیرم، به تمامی هستیم ای تو میترسم و به تو اطاعت میکنم. ای پروردگارا به من مزه بخشایش تا چشیده نبته در آن روزه که نه ای فرزند و نه ای دارایی که به من یگان فایده نمیرسد. ترجمه و دیکتر امیدجان جبارов.